حالا بیایم روی چارت طبق چیزایی که تا الان یاد گرفتیم یکم چارت رو بررسی کنیم، آنالیز کنیم، ببینیم اصلا به چه صورت ما میتونیم معامله کنیم. اول از هر چیزی، اول از هر استارتی بهتون بگم که این فاصله هایی که بین کندل ها اتفاق میفته رو بهشون میگن گپ، که گپ ها بر اساس بسته شدن، مثلا قیمت امروز بسته میشه، ببینید این پایینو 25 فوریه بسته شده و فردا باز شده. این فاصله گپ ها میتونه یکیش به خاطر تعطیلی امروز و باز شدن قیمت در فردا باشه، یکی دیگهش میتونه بر اساس نوسانات خیلی شدید در بازار باشه و اکثرا این گپ ها و این فاصله ها توی آینده بر اساس قیمت ها میاد پر میشه. خب اولین چیزی که گفتیم حمایت ها و مقاومت ها هستن. ببینید من الان اینجا یه دونه سقف دارم، میبینید یه دونه سقف دارم، سقفمو ادامه میدم. در آینده من انتظار دارم که قیمت به این برسه، به نزدیکی این برسه و واکنش نشون بده. و ببینید توی برگشت که میاد یه دونه کف خیلی خوب و معتبر برای من میسازه و ادامه میده. خب ببینید تا نزدیکی این میاد، من خیلی راحت میتونم خط روندم رو خط روندم رو رسم کنم. با شکست خط روندم با یک کندل خیلی خوب من میتونم وارد معامله فروش بشم. اینجا استاپ من بیاد یا این پشت یا پشت جایی که شکسته شده و تارگت من اولین کف اینجا و وارد معامله فروشم بشم. حالا تو خود روند من میتونم بازم حمایت مقاومت برای خودم رسم کنم. ببینید قیمت اومده پایین، یه سقف اینجا تشکیل داده، دوباره اومده پایین، یه سقف اینجا تشکیل داده، پس یه سقف معتبر به من داده که قیمت توان شکستن به سمت بالا رو نداره. ببینید قیمت میاد پایین برمیگرده، میاد پایین برمیگرده، یه کندل سعودی، یه کندل اینگالفینگ خوب برای من میزنه اینجا. ببینید اینجا یه کندل اینگالفینگ خیلی خوب برای من میزنه و من توی این کندل بسته بشه میتونم وارد معامله فروش بشم. یا بعدی اینجاست، ببینید این کندل رو میزنه، اولی نمیتونه کاری بکنه، یه جوره کندل مادر باردار برای من تشکیل میده. من اینجا میتونم وارد معامله فروش بشم، استاپ این پشت، یا صبر بکنم این کندل تشکیل بشه، کل این کندل رو پوشش بده، یه اینگالفینگ بشه و بعد توی اینجاها یا بذارم کندل بسته بشه و وارد معامله فروش خودم بشم. ببینید خط روند به چه صورت بود. سقف اول به سقف دوم میگیرم، ادامه میدم. حالا این به این نرسیده، ببین سقف اول، سقف دوم. ببینید وقتی ادامه میدم میشکونه، یه پول بک میزنه، یه بالا میزنه. چرا ادامه دار نشد؟ به خاطر مبحث حمایت و مقاومت هایی که بهتون گفتم. رسید به یه مقاومت اجازه رشد بیشتر رو به قیمت نداد. بذار اصلا بریم توی لایو بازار. ببینید بازار امروز اینجا باز شده. خب من قبلش دارم دیگه، میگم من اینجا یه دونه سقف دارم، یه دونه کف پایین ترین کف من اینه، درسته؟ بازار اینجا باز شده. حالا کف و سقف‌های داخلی من یه دونه اینه، جلوترم که هیچی ندارم. اینجا بازار باز شده، اینجا که نمیتونم کاری بکنم، صبر میکنم قیمت یه بالا میزنه، یه برگشت میزنه، من یه دونه اینجا میتونم وارد معامله خرید بشم،
یه دونه این سقف داخلی من شکسته بشه، پول بک میزنه توی این کندل پین بار یا کندل بعدیش میتونم وارد معامله خرید بشم. یا توی بالا که میاد یه دونه کندل سعودی میزنه، یه دونه هنگینگ من میزنه یا همون مرد داراویز، کندل بعدی یه اینگولفینگ میزنه، کندل اینگولفینگ که بسته شد من میتونم وارد معامله فروش بشم، استاپ این بالا و ادامه ریزش رو بگیرم. بازم من میگم اونجا وارد نشدم، صبر میکنم قیمت میاد پایین، حمایتی که من داشتم حمایت من شکسته میشه، برگشت میزنه، پول بک میزنه، کندل بعدی یه کندل اینگولفینگ که این کندل سعودی قبل رو کامل پوشش میده، وقتی بسته شد من اینجا میتونم وارد بشم، استاپ این پشت و تارگت خودم رو ازش بگیرم. ببینید دقیقا این حمایت مقاومت های افقی اون بود. حمایت و مقاومت های دیگه که داشتیم گفتم اینو به این وصل میکنی، ادامه میدی. برخورد بعدی نرسیده، سقف‌های پایین تر زده، میتونم از سقف آخر بگیرم، به این وصل کنم، ادامه بدم. ببینید برخورد سوم، برخورد چهارم نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه بشکنه و باعث ریزش میشه. دوباره اینجا رو ببینید، حمایت باعث صعود قیمت میشه. خط روند، یه خط روند میتونم اینجا بکشم و اینو توجه داشته باشید زمانی که یه خط روند بخواد شکسته بشه قیمت با اون خط درگیر میشه. ببینید داره میریزه، میشکونه یک کندل سعودی، اینجا یکم صبر میکنید نشونه ببینید، کندل ها رو ببینید، در صورت دیدن کندل ها خیلی راحت وارد معامله فروشتون میشید. ببین سقف برخورد اول برمیگرده، نمیتونه این کف رو ببینه، پس احتمال صعودش رو بیشتر میکنه و باعث افزایش قیمت میشه. ببینید خط روند میرسه، شکسته میشه، بازی میکنه، کف آخری که من داشتم که باعث شده این سقف زده بشه اینه، قیمت نمیتونه کف آخر منو بزنه، پس من احتمال این که بازار همچنان توی روند صعودی باشه رو بیشتر میدم و سعی میکنم اگر معامله فروش گرفتم با ریواردهای خیلی کمتر و کوچکتر من از معامله خروج بزنم. اینم وسط این توضیحات بهتون بگم بدونید خیلی بهتره. توی روندهای صعودی آخرین کف همیشه برای من حائز اهمیت، یعنی تا زمانی که توی روند صعودی من وقتی قیمت برمیگرده این کف من شکسته نشه من همچنان میتونم بگم که روند صعودی من ادامه داره. و توی روندهای نزولی تا مادامی که آخرین سقف من شکسته نشه من زیاد نمیتونم بگم که روند من برگشته، ولی زمانی که قیمت اومد پایین برگشت این سقف و شکوند یه پول بک زد من میتونم احتمال این که بازارم وارد روند صعودی شده رو بدم و وارد معاملات خرید خودم بشم. پس ببینید حمایت و مقاومت ها اینا بود. سعی کنید برید روی چارت خودتون بررسی کنید، اگر ایرادی مشکلی چیزی داشتید حتما با هم در میون بذارید، یا اینکه خودم براتون توضیح میدم، یا اگر دیدم مبحثش طولانی زیاده و گسترده است سعی میکنم یه ویدیوی دیگه براتون ضبط کنم در اختیارتون قرار بدم و خیلی راحت بتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. موفق و پرسود باشید.